صحیفه تاجیکان در آینه تاریخ از روی اثر پیشوای ملت محترم امام علی رحمان تهیه می گردد. تاریخ را برای آن می آموزیم که از سرگذشت پر افتخار و عبرت آموز نیاگان آگاه شویم، سبق گیریم و این دانش ها را در ترتیب دادن نقشه معینی رشد امروز و فردای دولت و ملت کاربست نماییم. صحیفه تاجیکان در آینه تاریخ را از موضوع باختر و سوخت گهواره نخست دولت تاجیکان ادامه می‌دهیم. ناگفته نماند که کتیبه بیستون یکی از نادرترین نمونه آثار خطی و صنعت تصویری دولتداری مردمان آریایی تبار بوده، هنگام پادشاهی دارا یک که سالهای حکمرانیش با 522-486 تا میلاد راست می آید، در راه بین کرمانشاه و همدان در سطح شاخ کنده شده است که بیش از 100 متر از سطح زمین بلند می باشد. تفسیر کتیبه بیستون و دیگر کتیبه های منسوب پادشاهان هخامنشی در علم شهرشناسی جهان و علل خصوص تاریخ نگاری غربی شور و ولوله انگیخته صحیفه های فراموش گشته تاریخ شاهنشاهی کوروش کبیر و پسایندگان او را از قعر فراموشخانه هزار ساله های دور بیرون آورد. در تاریخ نگاری غربی که از عهد گیرداد ابتدا گرفته با راه و روش و سنت های خاصه خود تا نیمه عصر 19 رسیده بود، یک گردش کلی پدید آمد. کتاب های مورخان عهد قدیم از نو روگردان شدند. اخبار و معلومات های سالنامه های کهن در میزان علم جدید باعث اندیشه‌رانی و خلاصه های تازه گردیدند. تاریخ نگاری غربی در نوبت خود به پیشرفت پهلوهای گوناگون تاریخ نگاری شرقی مساعدت نمود. سلسله دولت و دولتداری هخامنشیان هم در اساس همین دستاوردهای تازه علم تاریخ شناسی با صحیفه های تاریخ وارد شده در تفسیر و تصنیف و ارزیابی نمودن تمدن بشری مقام ارزنده و پایگاه شایسته را صاحب گردید. ناگفته نماند که نام شاهنشاهان مردمان آریایی تبار از روی کتیبه بیستون با علم تاریخ نگاری راهی وسیع گشوده موجودیت نام و نسب سلاله هخامنشیان را بعد تفسیر رمز خطی قدیمه بابلی و اعلامی با عالمیان ثابت نمود. من دارا، شاه بزرگ، شاه شاهان، شاه دیگر کشورها، پسر ویشتاسپ، نبیره ارشامه هخامنش. دارا شاه گویند پدر من ویشتاسپ، پدر ویشتاسپ ارشامه، پدر ارشامه اریارمنه، پدر اریارمنه چیشپیش، پدر چیشپیش هخامنش. دارا شاه گویند از این رو ما هخامنشی ها نامیده می شویم. از پیش یعنی از قدیم نام داریم. از پیش گذشتگان ما شاهان بودند. دارا شاه گویند 8 نفر از گذشتگان من پیش شاه بودند. من نهمینم. همچنین کتیبه کوروش کبیر در استخر دیرتر تفسیر و رمزکشایی گردید که در آن نام و نسب کوروش با 3 زبان تاجیکی قدیم، اعلامی و اکادی ثبت شده به طور ذیل من کوروش شاه هخامنش و کوروش شاه بزرگ هخامنش آمده است. واقعا در علم تاریخ شناسی عقیده نیز رایج است که ویشتاسپ پدر دارا را با شاه سلاله کیانیان گوشتاسپ یک شخص می شمارند و چنین فرضیه را پیش می گذارند که شاید هخامنشیان ادامه همان سلاله کیانیانند که از قضای تاریخ پایتخت خود را از سرزمین بلخ به استخر برده دولتداری خیش را ادامه بخشیده باشند. ولی اکثر کل مورخان غربی و شرقی این عقیده را چندان دستگیری نمی کنند، به آن دلیل که اولا سالهای والگی ویشتاسپ پدر دارا به دوره پادشاهی گوشتاسپ بالکل راست نمی آید. دیگر اینکه گوشتاسپ پادشاهی آوازدار بلخ و باختر بود، ویشتاسپ پدر دارا باشد والگی ساتراپی پرفیا را به عهده داشت. ثانیاً در کتیبه بیستون عموماً از زردشت و آیین زردشتی یاد نشده است که در صورت یک بودن گوشتاسپ پادشاه بلخ و ویشتاسپ پدر دارا این امر است ناممکن، زیرا در کتیبه بیستون از گوامه تیمو بارها یاد شده است و از زردشت
зикре ҳам нарафтааст. ниҳоят муаррихон шаҷара ва аслу насаби виштосби падари доро ва аслу насаби гӯштосбро хуб омӯхтаанд, ки бо ҳам ҳеҷ монандиву мувофиқат надоранд. саҳифаи тоҷикон дар оинаи таърих дар мавзӯи бохтару суғд, гаҳвораи нахуст давлати тоҷикон идома дорад.